کار رد میشدم، سوژه رد میشدم، اگه میشد میگرفتم، اگه نمیشد میزدم جک پیاده میشدم، به زور میگرفتم. چی سرقت میکردی؟ با تلفن همراه گوشی. بعد از اینکه سرقت میکردی چیکارش میکردی؟ مالخمو یکی رو میفرستادم، میرفت صداش میکرد، میومد بهش مال میزدم، ولی اصلا تلفن نمیزدم. هر چه تعداد گوشی میبردی میخرید پول میداد؟ بله پول نبود. هر تعداد. هر تعداد 50 تا 60. شما تو یه روز چند تا گوشی سرقت میکردی؟ روزانه میشد حدود 30 تا، در هفته میشد حدود 140 50 60 به 200 هم رسیده بود. مثلا تو روز شده بابا 5 6 تا. شما رو به چه اتهامی دستگیر کردن؟ مال خرید. مال چی؟ چه وسایلی؟ گوشی بود. از کیا میخریدی؟ از دزدات رو می‌آوردن و می‌خرید. چطوری این سارقا رو پیدا میکردی که میدونستی اینا گوشی میدزدن؟ آبرو بودن، با قیافه‌ای که داشتن، با موتور سواری که می‌کردن. موتور پلاک پوشونده بود، قیافه خودشون پوشونده بود. پیداشون میکردی؟ پیدا بعد می‌شدن. گوشی‌ها رو چطوری می‌آوردن به تحویل میدادن؟ کجا می‌آوردن؟ همون جایی که پیداشون می‌کردیم گوشی‌ها رو می‌دادن. معمولا خودت کجا رو می‌سازی؟ تو رو می‌دادن. میومدن اونجا تحویلت میدادن؟ آره تحویل چه می‌دادن. قیمتی میخریدی گوشی‌ها رو؟ گوشی که من میدوزیدم اگه قیمتش 70 میلیون بود، 25 میلیون حداقل باید میگرفتم دیگه. مالخم نه 20 میلیون، زیر 20 میلیون این کار نمی‌کردم. قیمت داره گوشی تو گوشی دیگه. گوشی داری از 500,000 تا 15-20 میلیون. میخرید مالخم هر جوری بود میخرید، اونم دوست داشت دیگه، بالاخره هر کسی از پول بعدش نمیاد. این گوشی رو میخریدی چیکارش میکردی؟ می‌فرستادیم. چطوری؟ خط بسته‌بندی میشه، رابط هست میاد میبره میره. پولش رو چطور میگرفتی؟ اونم نقد میداد دیگه. اگه تو نباشی مالخر، افرادی مثل تو نباشن، این سارق گوشی هم سرقت کنه نمیتونه ازش استفاده کنه. الان این آقای میگن مالخر وقتی باشه ما بدون روزانه درآمد خوبی داریم، اما تو به کارمون ادامه بده. خیلی نقش مالخر تو سرقت من خیلی مهم بود، یعنی اگه مالخر نبود شاید منم نبودم. تو میگی 1 سال من به این نتیجه رسیدم که این کار اشتباهی بوده. درست. یعنی 20 سال کارت اینه، 1 سال به این نتیجه رسیدی. خب چرا ادامه دادی؟ چرا تو این 1 سالی که به این نتیجه رسیدی چرا قطعش نکردی؟ ترس از ترس چی؟ متهما دوزار سارقا که اونا نریزن رو من. تو برگشتی به من گفتی من زودپز رو میخرم، نمیدونم فلان چیز رو میخرم که بقیه اجناس هم بیارن به من بفروشن. اینو گفتی دیگه، درسته؟ یعنی اگر اونا رو نخری میرم سراغ کس دیگه. درست. اینم قبول داری؟ بله. خب تو وقتی اموال سرقتی رو نخری اون دیگه نمیاد که سراغ شما، میره سراغ کس دیگه.